سلام خفنا، چطورید؟ من اومدم. این چی باله؟ این ورش کن، این ورش کن، این ورش کن. خب امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری بازی ژنرال رو بازی کنید. بازی ژنرال یکی از محبوب ترین بازی‌های استراتژیک 10 سال پیش 15 سال پیش ما که بچه بودیم عاشقش بودیم. حالا شما رو نمیدونم، ولی یاد بگیرید بازی خیلی خفنی، اونم آنلاین داره. لایک و کامنت یادتون نره. کانال ما رو حتما دنبال کنید. 9 تا 12 شب هر شب ما استریم داریم. بیایید با هم دیگه میگیم میخندیم. شبکه‌های اجتماعی براتون میذارم اون پایین. حتما ما رو دنبال کنید، ما رو حمایت کنید تا کنار هم دیگه رشد کنیم و حسابی حال کنیم. لایکو زدی؟ زدی یا نه؟ آفرین. بریم دنبال آموزش. بچه‌ها ژنرال یکی از قشنگترین بازی‌هاییه که واقعاً میتونید تو دوران گیمریتون امتحان کرده باشید. اکثراً بازی کردن. اون موقع که ما بچه تر بودیم، سال 15 سال پیش تقریبا، وقتی میرفتی گیم نت که اون موقع گیم نت کامپیوتر هم داشتیم، میرفتی میدیدی 50 نفر نشستن دارن با هم دیگه گیم بازی میکنن. خیلی بازی خفنی بود. به نسبت اون موقع گرافیک خفنی داشت، سیستم کمی میخواست، خیلی نمیخواست فشار بیاری به خودت. هر کامپیوتری که میگرفتی نشام که مثلا همین الان، من الان لپتاپم یه لپتاپ معمولیه که کارت گرافیک هم نداره، پس کسایی که سیستماشون ضعیفه با خیال راحت میتونن برن و دانلود کنن، نصب کنن، بازی کنن. خب این دموهای خفنشو داریم میبینیم الان فعلا. بزنیم بره برش. لایکو زدی دیگه؟ آره آپارات حال میده. خب بچه‌ها، این دموی اصلی، منوی اصلی بازی، آپشن که تنظیمات، لود که لود گیمه، مولتی پلیر، آنلاین، نتورک، اینا برای سیستم‌های آنلاین بازی کردن و سرور دادن اینجور داستاناست. میریم سراغ اولی. گزینه اولی که میزنی USA، GLA، چین، ترکیبی و آخری هم که انتخابی. خودت میتونی انتخاب کنی کی رو برات باشه کی رو برات، ولی اونا مرحله یاشه تقریبا. این بازی 3 تا تیم داره، USA، GLA و چین. این 3 نوع مختلف تا مثلا USA لیزر داریم، USA تانک داریم، USA موشک داریم، اونم همین جوریه. حالا ما آخریشو میزنیم. خب من چون میخوام آموزش بدم اینا رو غیر فعال کنم که حمله نکنن، اوپنمون کنم با هم دیگه. یه نفر میمونه، اینم میذاریم روی کروست. خب این منویی که میاد براتون اینجا، وقتی که کلیک کنید یکی یکی میتونید انتخاب کنید که حریفی که میخواد بیاد به بازی چی باشه، ایزی باشه، مدیوم باشه، هارد باشه. به نظر من از مدیوم پایین تر بذارید چون بالاترش خشتکتون پشت رو میکنم بعدا. آره خب فعلا میخوایم بریم ببینیم که چه جوریه. بریم داخل بازی پلی. من الان چین رو انتخاب کردم. این چیزی که میگم برای تمام تیما صدق میکنه. خب این ساختمون اصلی شماست. این همیشه بیس بازیه. تو چین تراکتور میسازه، تو USA تراکتور میسازه، تو GLA بیس اصلی کارگر میسازه، اون تراکتور نه. خب این منو وقتی که رو تراکتور کلیک میکنید این منو میاد. اولیش اداره برقه. ببین این بازی همه چیز چین و USA کلا رو برق، یعنی هر چیزی که میخوای بسازی باید برقش رو تامین کنی. بذار اولین کارخونه برقمون ساخته شه. دومی سربازخونته. سربازخونت هم که دیگه مشخصه دیگه، سرباز باشه. خب اولین اداره برقمون ساخته شد. ببین این پایین این پولته، عددی که این پایین میبینی بغلش $10 داره، پولته. پایینش یه خط سبزه. این خط سبزه اون ولتاژ برقیه که داری. یه فلش سفید جلوش اون مقدار برقیه که داری استفاده میکنی. اون فلش از برقت که رد بشه برقا قطع میشه. سومی برای پول بردنه. دور این بیسای پول میزنی، اینا پول برمی‌دارن میبرن اون داخل برای تولید پول. خب اینجا هم که سربازخونه RPG زن داریم، تیرانداز داریم. این دوتا هکرن.
بالایی پول تولید میکنه، سومی میاد، چهارمی رو که یه زنه میتونه بفرستی اونجا برات خونه هاشون رو هک میکنه، ماشیناشون رو هک میکنه، سربازاشون رو هک میکنه، کوفتشون رو هک، همه چی رو هک میکنه خلاص. خب بذار به ترتیب بریم جلو. اینی که مثل یه دونه گنبد میمونه این دفاعیه. چجوریه؟ میسازیم، بعدش هم تیراندازیه، اینم دفاعیه، مثل حالت پدافند غیر عامل، زمین با آسمون، آسمون به زمین، نه همونه. اونی که مثل گنبد میمونه خودش خالیه، تو باید اینجا سرباز تولید کنی 5 تا تو هر کدوم جا میشه، میرن اون تو میشینن با موشک بقیه رو میزنن، زمینی میزنن، هوایی هم میزنن. این وری هم که داره ساخته میشه از اینایی که تیراندازی میکنه، نفر میزنه، تانک میزنه، ولی وظیفش بیشتر تیراندازیه. فقط هر کدوم هم میتونید مین بکارید که وقتی دشمن رد شد نخ کشه. خب این ساخته شد. این کامیونه میاد بیرون از اینجا بار برمیداره میبره این داخل. GLA کارگر میاد برمیداره میبره. GLA کلا خیلی فقیره، مثل حالت طالبان میمونه. آمریکا هم هلیکوپتر از این دو پروانه یا میاد اینجا برمیداره میبره این داخل میخوابونه. حالا این که داره کارشو میکنه. اداره برقامون هم ساخته شد. آخری که آزاد شده بعد این پدافندا این سازنده ماشینات. این پایین هم که مشخصه این فرودگاه میسازیم. میزان استفاده برق رو ببینید الان رسید به وسط. هیچ موقع نباید بذاری این از این خط سبز رد شه. اگه خط سبز رد شه به چوب میره. خب اینجا 5 تا RPG زن داریم، میکشی روشون میاری میزنی این داخل، اینا میدوام میرن اون داخل، از اونجا هر چیزی که بخواد بیاد این سمتو میزنن. خیلی حرفه‌ای و قشنگ. سازنده ماشینمون آزاد شد. یه تانک میسازیم، یه تیرانداز میزنیم، یه نفربر و یه دونم آتیش باش. بذار بسازه. فرودگاهمون هم ساخته شده. 4 تا موشک میسازیم، 2 تا هلیکوپتر، فلش هم میزنیم اینجا که بیارشون این بر. خب دیگه چی داره؟ این پایین زیر اداره برق یه ساختمونه، فقط تو چین هست. برای USA یه دونه سکوه که یه دونه هواپیما میاد رد میشه، کمک‌های مالی میریزه پایین اون جمعش میکنه، ولی این یه ساختمونه که میسازه و برات پول در میاره. یه چجوری الان وایسه. این ساختمونی که بغل دست فرودگاه هست و شما باید بسازی اول. تو تمام تیم‌ها هم اکثرا این ساختمون هست، چون وقتی میسازی دسترسی به بمب اتم آزاد میشه، دسترسی به موضوعات مالی آزاد میشه. خب این ساختمون ساخته شد. بذار الان پرش کنیم. بعد این ساخته شد. چیا ساختیم الان؟ یه دونه نفربر داریم که پر سربازه، 2 تا تانک، یه دونه آتیش باش. آتیش باشه بیا برات آنباکسش کنم. اینجا بپاش. ناکن. میگم به نسبت اون موقع خیلی بازی خفنی بود واقعا. حله بیا. بلش. خب ما اینجا 4 تا موشک داریم. وقتی رو هر کدوم از اینا، چه تانک ها چه وسایل جنگی، شما کلیک میکنی اینجا یه دونه سپر داری. این سپر چیه؟ مثلا شما میخوای از این ناحیه اینا دفاع کنن، این سپر رو میزنی اینجا اینا همیشه هر موجودی که بخواد اینجا رد شه دشمن باشه حمله میکنن بهش میزنن. موشک هم همینه. کلیک میکنی روش، این سپری که یه دونه خط سبز روش زمینیه، این سپری که هواپیما روش هوایی. میزنی بلند میشن میان اینجا نگهبانی میدن که اگه هواپیما یا زمینی تانک چیزی رد شد سریع بزننش. اومد میچرخن اینجا تا وقتی که سوژهشون رو پیدا کن. خب میریم سراغ بیس خودمون. این ساختمون ساخته شد. این ساختمون که ساخته میشه این دوتا رو باید بزنید معمولا. خب اون که ساخته میشه سرباز خونتون این دوتا قابلیتش آزاد میشه. 5 تا سرباز میسازیم. حالا فعلا بذار یکی از اینا رو بذاریم اینجا که سریعتر به توضیح بدم. از این سربازای هکر میسازیم و اون خانومه. از اون برم یکی از تراکتورامون رو میاریم. این دکلی که اینجا هستش برای خون دادن بیشتر انرژی نیروها رو تامین میکنه. نیرویی که سربازی که میاد میفرستی داخل این ساختمون، میره وای میسه به کار و تلاش کوشش.
براتون سکه در میاره. اینم که بمب اتم. بمب اتم چین موشک، بمب اتم آمریکا لیزره. تا همینجا فعلا داشته باشید آموزش. تا همینجا میتونید یه گیم پلی خیلی خفن داشته باشید. لایک و کامنت یاد نره. صفحات مجازی ما رو حتما دنبال کنید تا بازی‌های خفن‌تر، چالش‌های خفن‌تر. بدرود.